با درود و عرض ادب خدمت همراهان و دوستان همیشگی آوای بوف. در این پادکست قصد داریم به کتاب‌هایی که در سال 2023 توسط مجموعه منتشر شد بپردازیم. البته سعی خواهیم کرد که توضیحات کوتاه و مختصر و اجمالی باشند. امیدوارم تا انتها همراه ما باشید. avayaboof.com آنچه در 2023 گذشت. با کتاب مغالطه‌های روحانیون نوشته نون فخر آغاز می‌کنیم. این کتاب شامل 130 صفحه است در موضوع نقد ادیان و نقد اسلام. خلاصه‌ای کوتاه از این کتاب. برای بسیاری از مؤمنین مغالطه‌های یک روحانی آشکار نیست، زیرا مؤمن هر پاسخی را که از روحانی میشنود تحت این عنوان میپذیرد که پس این پاسخ به انتقاد وجود دارد، پس انتقاد بی پاسخ نمانده است. بعید است مؤمن به پاسخ روحانی با دیده تردید نگاه کند و لحظه‌ای به خود بگوید که آیا این پاسخ منطقی است؟ ما چه مؤمن باشیم و چه روحانی می توانیم بسیار باهوش و تحصیل کرده و در زمینه‌های مختلف زندگی و کاری منصف و دقیق النظر باشیم. ولی طرز برخورد ما با انتقاد درباره دین ارتباط چندانی به هوش، دانش، انصاف و دقت نظر ما ندارد. مغز ما پیش از اینکه از توانایی‌هایش در بررسی انتقادات از دین جهت کشف حقیقت درباره دین استفاده کند، حقیقت را کشف شده در نظر گرفته و تنها به راههایی برای دور افکندن سؤال می‌پردازد و این در روحانیون شدیدتر است. در این کتاب به تحلیل بسیاری از مغلطه‌های مشترک بین روحانیون ادیان گوناگون و به ویژه مغلطه‌های رایج بین روحانیون مسلمان و همچنین تناقضات موجود در قرآن پرداخته شده است. اینکه چرا روحانیون ادیان گوناگون به مغلطه پناه میبرند، مغلطه‌های رایج روحانیون کدامند، چرا معمولاً متوجه مغلطه‌های روحانیون نمیشویم و آنها را میپذیریم، و اینکه چگونه میتوان به مغلطه آمیز بودن سخنان روحانیون پی برد. کتاب بعد روانشناسی تکاملی به نویسندگی دیوید باس می باشد که تعداد صفحات آن 272 صفحه است. موضوع کتاب علمی است و از دسته ممنوعه می باشد. درباره روانشناسی تکاملی، دانشی نوین در کاوش ذهن. دیوید باس در کتاب روانشناسی تکاملی، دانشی نوین در کاوش ذهن، تلاش قابل تقدیری داشته تا بتواند مفهوم روانشناسی تکاملی را در 105 زیرعنوان علمی و با نگاهی جامع به نظریه‌ها و نظریه پردازان این رویکرد علمی به دانشجویان و خواننده‌اش ارائه بدهد. پایه اصلی روانشناسی تکاملی بر دو پدیده مرگ تدریجی یا زوال، آنتروپی، و زایش و بازآفرینی، جنریشن، استوار می باشد. ماده بدون روان دائم در حال مرگ و زوال است. اما انسان با روح و روان هر چقدر که از عمر و دوامش می گذرد، رشد و تکامل می یابد. در این کتاب دیوید باس تلاش کرده است تا ابتدا تحولات برجسته نظریه تکامل در طول تاریخ را توصیف نماید. به همین منظور این کتاب با نظریه‌های تکاملی مطرح شده پیش از داروین شروع شده و موضوع تا نسخه‌های نوین نظریه تکاملی که به طور گسترده در علوم زیستی امروزی مورد پذیرش و کاربرد قرار گرفتند ادامه دارد. پس از بررسی بدفهمی‌های رایج در پیوند با نظریه تکاملی، سرانجام به برجسته ترین تحولات دانش روانشناسی در طول تاریخ پرداخته می شود.
و اما شترها باید بروند، نویسندگان ریدر بولارد، کلارمونت اسکراین. عناوین دیگر کتاب: خاطرات سر ریدر بولارد، سفیر انگلیس در تهران، از اوضاع جنگ جهانی دوم در ایران و سقوط رضاشاه. خاطرات سر کلارمونت اسکراین، مأمور تبعید رضاشاه به جزیره موریس. تعداد صفحات این کتاب 188 صفحه. موضوع آن تاریخ معاصر. شترها باید بروند. نام کتابی است از سر ریدر بولارد، سفیر انگلستان در ایران، و سر کلارمونت اسکراین، مأمور تبعید رضاشاه. نام این کتاب برگرفته از یک ضرب‌المثل انگلیسی است. این ضرب‌المثل در مواقعی به کار می رود که کاری بایست الزاماً صورت پذیرد. داستان این ضرب‌المثل چنین است: قرار بود در زمان جنگ جهانی اول یک کاروان شتر حامل سلاح برای کمک به امیر فیصل اعزام شود. سرگرد انگلیسی خطاب به افسر عرب که مرتباً برای این اعزام بهانه می آورد گفت: تو حق داری، امیر فیصل حق دارد، من حق دارم و شترها هم حق دارند، ولی به هر حال شترها باید بروند. این کتاب همواره به عنوان یک مرجع دست اول برای محققان و نویسندگان تاریخ معاصر ایران به کار می رفته است. بولارد درست اندکی پیش از وقوع جنگ جهانی دوم به سفارت ایران رسید و بسیاری او را تصمیم گیرنده اصلی خلع رضاشاه از سلطنت و جایگزینی محمد رضا پهلوی می دانند. از سوی تبعید رضاشاه به سادگی صورت نپذیرفت. او ابتدا دور اقیانوس هند گردانده شد و سپس به محل تبعید دائمی خود در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی رسید. خاطرات اسکراین که مأمور انجام این کار بوده است بسیار خواندنی است. با کتاب مادام دوپاری به نویسندگی الکساندر دوما ادامه می دهیم. این کتاب شامل 1136 صفحه بوده و موضوع آن داستان، ادبیات و تاریخ می باشد. داستان حاضر ماجرای زندگی کنت دوپاری، آخرین معشوقه لویی 15 پادشاه فرانسه از زبان خودش برای یک دوست است. مادام دوپاری در 19 اوت 1743 در خانواده ای از طبقه پایین متولد شد. پس از پایان تحصیلات در صومعه، مدت کوتاهی نزد زنی کلاهدوز که کلاه‌های زنانه می‌دوخت به کار مشغول شد. در 17 سالگی با نام مادمازل وبرنیه معشوقه ژان دوپاری شد که زندگی خود را از طریق معرفی زنان زیبا به اشراف جوان می‌گذراند. پس از مدت کوتاهی ژان معشوقه خود را در وضعیتی بسیار آراسته و زیبا به لویی 15 معرفی کرد. او به واسطه وجاهت ظاهری طرف توجه لویی 15 قرار گرفته و به دربار فاسد پادشاه فرانسه راه می‌یابد. مادام دوپاری با توجه به نفوذی که در پادشاهی فرانسه دارد، مرکز اصلی توطئه‌ها و عاملی می‌شود که سبب ارتقاء عناصر نالایق و عزل افراد شایسته‌ای چون شوازول صدر اعظم فرانسه می‌گردد که به نظر نویسنده عزل این شخصیت لایق و کارآمد مقدمات سقوط خانواده بوربون و آغاز انقلاب کبیر فرانسه را در زمان لویی 16 فراهم می‌سازد. خواننده نکته‌سنج به سادگی از لابلای سطور کتاب
به بیبندوباری‌ها، توطئه چینی‌ها و فساد ساکنین کاخهای مجلل دربار پادشاه فرانسه پی میبرد. پادشاهی که غافل از امور کشورش تمام هم و غم خود را صرف فراهم نمودن برنامه‌های شکار دست جمعی و شرکت در مجالس عیش و عشرت می‌نماید. مطالعه کتاب مادام دوپاری فرصتی مغتنم برای آن دست از خوانندگانی است که هدفشان از خواندن رمان تاریخی پی بردن به وقایع و مستندات عبرت‌انگیز تاریخی است. منشأ انواع کتاب بعدی منتشر شده در مجموعه است به نویسندگی چارلز داروین. تعداد صفحات این کتاب 722 صفحه است و موضوع آن زیست شناسی و علمی است. معرفی کتاب منشأ انواع یا Origin of Species by چارلز داروین. کتاب منشأ انواع منتشر شده در 24 نوامبر 1859 اثری از ادبیات علمی است که توسط چارلز داروین نوشته شده و به عنوان پایه زیست شناسی تکاملی در نظر گرفته شده است. کتاب داروین این نظریه علمی را معرفی می کند که جمعیت‌ها در طول نسل‌ها از طریق فرایند انتخاب طبیعی تکامل می‌یابند. این کتاب مجموعه‌ای از شواهد را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد تنوع زندگی از نسب مشترک و از طریق الگوی انشعاب تکامل به وجود آمده است. کتاب داروین شامل شواهدی بود که او در اکسپدیشن بیگل در دهه 1830 جمع‌آوری کرده بود و یافته‌های بعدی خود را از تحقیقات، مکاتبات و آزمایشات پیدا کرد. ایده‌های تکاملی مختلفی قبلاً برای توضیح یافته‌های جدید در زیستشناسی ارائه شده بود. حمایت فزاینده‌ای از چنین ایده‌هایی در میان آناتومیست‌های مخالف و عموم مردم وجود داشت، اما در نیمه اول قرن 19 تأسیسات علمی انگلیسی به کلیسای انگلستان پیوند نزدیک داشت، در حالی که علم بخشی از الهیات طبیعی بود. ایده‌های مربوط به دگرگونی گونه‌ها بحث برانگیز بود، زیرا با این باور که گونه‌ها بخش‌های تغییرناپذیر یک سلسله مراتب طراحی شده هستند و اینکه انسان‌ها منحصر به فرد و بی ربط با حیوانات دیگر هستند در تضاد بود. مفاهیم سیاسی و الهیاتی به شدت مورد بحث قرار گرفت، اما تغییر شکل توسط جریان اصلی علمی پذیرفته نشد. این کتاب برای خوانندگان غیر متخصص نوشته شد و پس از انتشار مورد توجه گسترده قرار گرفت. داروین قبلاً به عنوان یک دانشمند بسیار مورد توجه بود، بنابراین یافته‌های او جدی گرفته شد و شواهدی که ارائه کرد باعث ایجاد بحث‌های علمی، فلسفی و مذهبی شد. با خدای نامه که مجموعه‌ای از داستان هاست ادامه می دهیم. نویسنده و راوی این مجموعه داستان الهام پاگرد است. تعداد صفحات آن 22 صفحه و موضوع آن داستان کوتاه، ادبیات داستانی و زبان پارسی است. معرفی کتاب: این مجموعه شامل 8 داستان زیر می باشد: قرار ملاقات، سکوت، مراسم خداحافظی، خدا افتاد، دیوار، آخرین میهمانی خدایان، سفارش عجیب و ژنرال.
و اما همه ما شریک جرم هستیم از حمید حامد، کیومرث پوراحمد، لندن، سال 1400. این کتاب به صورت یک رمان منتشر شده است. امپراتوری‌های اصول عقاید. نویسنده استوارت سیم. تعداد صفحات 256 صفحه. موضوعات فلسفه، منطق و سیاست. معرفی کتاب. کوشش این کتاب این است که نشان دهد باورهایی بدون چون و چرا بر فرهنگ جهانی چیره شده و کارآمدترین راه برای رویارویی با آنها به کارگیری شک‌گرایی، روشن‌اندیشی و پیوسته پرسیدن و با دودلی کاویدن است. تا هنگامی که در این راه پیش نرویم، زندگی دموکراتیک ما از سوی خشک‌مغزان پخش کننده باورهای جزمی و بدون چون و چرا تهدید می شوند. در نظم کنونی جهان، ما در برابر گونه‌ای آرایش نظامی هستیم که می توان آن را امپراتوری‌های باور یا اعتقادات نامید. این امپراتوری‌ها سازمان‌ها و گروه‌های چیره و سلطه‌گر با رهبرانی نیرومند و تمرین فرمانروایی بر مردم عادی با نیرو و زمان فراوان و گسترده‌ای سرمایه‌گذاری نموده تا بتوانند فرمان دهند که انسان‌ها چگونه باید اندیشیده، مصرف کرده و رفتار کنند. امروز چاره چیست؟ نویسنده احمد کسروی. سال چاپ 1324. تعداد صفحات 46 صفحه. دسته‌بندی سیاسی، نقد مذهبی. کتاب نایاب امروز چاره چیست؟ جستاری است به قلم شادروان احمد کسروی، روشنفکر ایرانی. کتاب امروز چاره چیست؟ مربوط به شرایط اجتماعی ایران در دوران رضاخان است. کسروی در این کتاب کوشیده است تا تمام موانع موجود برای یکپارچگی ایران را برشمارد. از آن جمله به شدت با استقلال آذربایجان و گیلان مخالفت می‌کند. خواهان سیاست بی‌طرفانه ایران در آستانه جنگ دوم جهانی است. طرفدار اصلاحات سیاسی و جلوگیری از خودکامگی رژیم پهلوی است. و در نهایت چاره رسیدن به این موارد را تنها با یکپارچگی مردم، پیشرفت فکری و علمی و رشد توده و ملت می‌داند. او از مردم می‌خواهد تا لجاجت را کنار گذاشته و به جای ستیزه‌های بیهوده میان جناح‌های چپ و راست و نبردهای خسته کننده حزب توده با دیگر احزاب نوپا به پیدا کردن راهی برای پیشرفت ایران بیاندیشند. هرچند نظرات کسروی در این دفتر امروزه بسیار قابل نقد و رد است، مخصوصاً دیدگاه او در رابطه با نوع حکومت و نگاه مرد سالارانه‌اش به زنان، اما از طرف دیدگاه‌ها و تحلیل‌های سیاسی او به لحاظ تاریخی و درک آن دوران بسیار مفید است. میرسیم به کتاب حقیقت درباره محمد، بنیانگذار نامتسامح‌ترین دین جهان، به نویسندگی رابرت اسپنسر. این کتاب 287 صفحه دارد. موضوع آن نقد مذهبی، زندگی نامه و تاریخ است. تقدیم به کسانی که با استبداد می جنگند. معرفی کتاب. نخستین پرسشی که هنگام مطالعه این کتاب به ذهن خطور می کند این سوال تلخ است که چرا ما بعد از سالها زندگی در فضای مذهبی و یادگیری قرآن در نهایت این حقایق درباره اسلام و زندگی محمد را از زبان یک پژوهشگر غربی میشنویم. آیا این سوال پاسخی جز این میتواند داشته باشد که تنها آنچه را از اسلام به ما گفته‌اند که دوست داشته این بشنویم؟ طی سالها بحث و جدال با مسلمانان برای رهایی آنان از بند خرافات،
هنگامی که با ارجاع به متون اصلی قرآن و سنت از این واقعیات سخن می‌گفتم، ابتدا با ناباوری آن را انکار می‌کردند. من این احساس را به خوبی درک می‌کنم، چرا که من نیز نخستین بار در سال 1379 در بند امنیتی زندان اوین، تنها زمانی که فرصت کافی برای مطالعه قرآن و مفاتیح به دست آوردم، این احساس تلخ را تجربه کردم. مسلمانان پس از سالها زندگی در فضای مذهبی و یادگیری قرآن، هنگامی که با ارجاع به متون اصلی قرآن و سنت با حقایق و واقعیات اسلام روبرو می‌شوند، ابتدا با ناباوری آن را انکار می‌کنند. حقایق مانند این که پیامبر اسلام در قرآن و حدیث نه تنها هیچ تسامح و تطابقی بین مسلمانان و غیر مسلمانان ایجاد نکرده، بلکه تنها تخاصم به وجود آورده است و از مفاهیم مدرن تسامح و همزیستی مسالمت‌آمیز بسیار دور است. اینکه گفتار و کردار محمد مسلمانان را به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز در طی 1400 سال تا اکنون برانگیخته است، اما آیا این واکنش دلیلی جز این میتواند داشته باشد که تنها آنچه را از اسلام به ما گفتند که دوست داشتیم بشنویم؟ بنابراین بهتر است مسلمانان معتقد کتاب را با نگاهی انتقادی و بدون خشم و تعصب مطالعه کرده و برای یک بار هم که شده بدون اتکا به کلیگویی‌های بی‌ثمر ارتباط اصول اخلاقی با احکام اسلامی را بررسی کنند. این کتاب مبتنی بر منابع معتبر اسلامی است، منابعی که خود مسلمانان بدان باور داشته و احکام شریعت را از همانها استخراج می‌کنند. بنابراین قضاوت با شماست که آیا این دین را با اصول اخلاقی و شأن انسانی خویش در توافق می‌بینید یا خیر. از حقیقت درباره محمد که بگذریم، به هنگامه غم، به نویسندگی و گویش لیلا کهن میرسیم. منتشر شده در پاییز 1382. تعداد صفحات 47 صفحه. موضوع آن داستان است. معرفی کتاب: داستانی با موضوع اعتیاد و تأثیر آن بر خانواده و مشکلاتی که برای آن پیش می آورد. کتاب با قلمی شیوا و روان نگاشته شده و به این معضلات می پردازد. سپاس از نویسنده محترم که فایل‌های صوتی و PDF کتاب را در اختیار مجموعه قرار دادند. و اما دروغ بزرگ، راهنمای تشخیص مزخرفات به ساده‌ترین زبان ممکن، همراه با نقد کتاب راز. نویسنده آبتین پوریا. تعداد صفحات 95 صفحه. موضوع کتاب: نقد علمی روانشناسی. معرفی کتاب: چاپ اول این کتاب در سال 1396 با حذف و سانسور قابل توجهی توسط انتشارات توز و قلم منتشر شد و چون نویسنده با تغییرات زیاد در چاپ دوم مواجه شدند، از نشر آن منصرف و اثر را به صورت کامل در اختیار مجموعه آوای بوف قرار دادند تا به صورت صوتی و PDF منتشر شود. موسی و یکتاپرستی. نویسنده زیگموند فروید. تعداد صفحات 93 صفحه. موضوع: نقد مذهبی، زندگی نامه و تاریخ. معرفی کتاب: موسی و یکتاپرستی نام کتابی است که در سال 1937 توسط زیگموند فروید نوشته شده است. فروید در این کتاب احتمال عبرانی نبودن موسی را مطرح ساخته و می‌نویسد موسی اشرافزاده‌ای مصری بوده که احتمالاً پیرو آخناتون، یکتاپرست مصر باستان بوده باشد. با آغاز عصر روشنگری، ستیز فکری میان دانش مدرن با دین و نمایندگان آن، روحانیت نیز آغاز شد. روحانیت کلیسا که تا آن زمان افکار مردم را هدایت می‌کرد، ناگاه با موجی گسترده از نقد روبرو گردید. در این میان کتاب‌های مقدس مانند انجیل عهد قدیم و جدید و بسیاری دیگر از احادیث یهودی و مسیحی زیر ذره‌بین نقد دانشمندان و دانش‌پژوهان قرار گرفت. بازخوانی کتاب‌های مقدس آغاز شد و پیوسته سخت و سمج ایمان و دینخویی زیر سوهان بیوقفه شک قرار گرفت.
و سرانجام علم مدرن توانست جایگاه بلامنازع دین و نمایندگان آن را بگیرد. داستانها و روایت‌های انجیلی که تا آن زمان به عنوان اسناد غیر قابل شک مورد پذیرش همگان بود، به تدریج مشروعیت خود را از دست داد. یکی از این موارد موضوع موسی و یهودیت بود. از آنجایی که دنبال این هستیم که این پادکست آنقدرها هم طولانی نگردد، توضیحات مربوط به این کتاب را کمی خلاصه می کنم. کتاب 3 فصل کلی دارد که عبارتند از 1. مصری به نام موسی. 2. اگر موسی مصری باشد. 3. موسی، قوم او و دین یکتاپرستی. اصلی ترین مبحث کتاب در فصل 3 به مخاطبان ارائه می شود که خود شامل یک مقدمه و 2 قسمت است. به باور فروید در این کتاب موسی نه عبرانی بلکه دارای تباری مصری است، چرا که تبارشناسی نام موسی در فرهنگ و تاریخ مصر نام او را مصری نشان می‌دهد. فروید اعتقاد دارد که در مصر کهن، یعنی 1375 سال پیش از میلاد، آمنحتب 4 فرعون وقت مصر پرستش خدای شرکالود آمون را ترک گفت و به پرستش خدای یکتا آتون درآمد و نام خود را از آمنحتب به ایخناتون تغییر داد. موسی نیز معتقد به این آیین یکتاپرستی بود و آن را به قوم یهود انتقال داد. به عبارتی موسی یک مصری بود که زعامت قوم یهود را بر عهده گرفت. با همزمانی اعتراضات، یک ویژه‌نامه قیام سراسری دوره 3 منتشر شده است که فایل آن در اختیار دوستان و همراهان مجموعه قرار گرفته. سالخون شماره 2 مورد انتشار یافته بعدی است. سالخون 365 روز ندارد. سالخون تابع چرخش زمین به دور خورشید نیست. سالخون امروز و در این سرزمین صدها ساله است. سالخون سال خشم و خاموش نبودن آزادی خواهان است. سال ریخته شدن خون انسانها به دست پلید دیوانی دیکتاتور هاست. سال خون بی پایان است. برای من و تو، برای ما که در واپسین روزهای سال خون متولد شده و زیسته ایم. پایان سال خون نزدیک است. دو مورد انتشار یافته بعدی به ترتیب فدرالیسم ساختاری نامناسب در ایران به نویسندگی نادر هژبری و مقاومت پیروزی به نویسندگی مهران دال می باشند. از اینها که بگذریم به از تراژدی گوادالوپ تا کمدی تورنتو، برلین، واشنگتن و الیزه به نویسندگی محمد قراگوزلو می رسیم. به کتاب خدا اولین نظریه همه چیز به نویسندگی بلوجک می رسیم. سال انتشار نخستین 1401 یا 2022 است. تعداد صفحات این کتاب 184 صفحه. کتاب موضوعی علمی دارد. معرفی کتاب: مفهوم خدا همان مفهوم بی‌نهایت در ریاضی، غیر ممکن در مهندسی، محال عقلی در فلسفه و غیر قابل تصور در هنر است. با این حال مردم معمولی عادت ندارند آن را با نام بی‌نهایت صدا بزنند و واژه خدا را ترجیح می‌دهند. آوای بوف: علت این است که مفهوم خدا به یک باره از هیچ ظاهر نشده است، به شکل تدریجی جا افتاده است. واقعیت این است که خدا چیزی نیست به جز خود ما انسان‌ها. خدا همان من و خویشتن است که در گذر زمان از وجودی میرا و فانی به موجودی نامیرا و آسمانی تبدیل شده است. تلخی نبودن و غیر قابل پذیرش بودن مفهوم نیستی
که رسیدن به آن ناشی از افزایش درک و هوش انسان خردمند نسبت به نیاکان بدویتر خودش بوده، او را به جایی رساند که به جای پذیرش واقعیت به خیال بافی و ذهنیت گرایی روی بیاورد. مسیری که با تعمیم بودن به دوران پس از مرگ و نامیرا خواندن من آغاز و در نهایت کار به جایی رسید که این من نامیرا و فانی به خدای واحد و مطلق تبدیل شد، خدایی که هیچ کس و هیچ چیزی قادر به مقابله با او نیست. مفهومی که در طول 100,000 سال تحول و پیچیده شدن چنان از ما دور شده که ما دیگر خود را حتی ذره‌ای شبیه به آن نمی‌دانیم. به رمان رع می‌رسیم، به نویسندگی هاوار. تعداد صفحات 130 صفحه. موضوع کتاب رمان و داستان است. بخشی از کتاب. انسان‌هایی که آلوده به تفکری به نام دین هستند، دین تمام زندگی آنها را در خود غرق کرده و هیچ سود و فایده ای هم ندارد. اما با این وجود در تمام وجوهات زندگی آنها و در لحظه به لحظه زیست بشر دخالت کرده و تأثیر گذاشته و همچون یک باغبان که همه شاخه‌های آب را به پای درختی که خود می‌خواهد هدایت می‌کند، دین هم همه بشریت را در خدمت روحانیون قرار داده و گویی تمام انسان‌ها برده‌هایی در خدمت روحانیون هستند. مخالفان جمهوری اسلامی 3 دسته هستند. دسته اول کسانی که موفق شدند علیه رهبر حکومت و یا تفکرات او و خلاصه آنچه او خط قرمز نامیده است انتقاد یا مخالفتی را علنی کنند. دسته دوم کسانی که اقدام به مخالفت کرده اما موفق نشدند آن را علنی کنند و دسته سوم کسانی که هنوز به آن مرحله از انتقاد نرسیدند. دسته اول موجبات زحمت حکومت بوده و سر به نیست کردنشان برای حکومت بسیار گران تمام می شود. بنابراین یا در زندان به سر می برند یا به نحوی آنها را به خارج از کشور فراری دادند. البته برخی از آنها همچنان فکر می کنند که خود موفق به فرار شدند و بسیار هم خوشحال هستند، اما در واقع حکومت با فراری دادنشان آنها را از چشم مردم انداخته و در واقع اصلی را که از ابتدا خود حکومت بنیان نهاده بود اکنون مورد استفاده قرار می دهد و آن اصل این است که اگر کسی دلسوز مردم باشد که فرار نمی کند، می ماند و می جنگد. این شعاری است که توسط خود حکومت اختراع شده و در همه جا و از زبان بسیاری از افراد مشهور هم تبلیغ می گردد. دسته دوم بسیار راحت یا کشته می شوند یا به نحوی آنها را خاموش می کنند. کشته شدن این افراد معمولاً توسط تصادفات رانندگی، مسمومیت‌های غذایی و یا حتی خودکشی رخ می‌دهد. هیچ کدام از این اتفاقات اگر رخ ندهد، چند نفر زورگیر به او حمله کرده و او را می‌کشند. حتی ممکن است ماشین تبلیغ رژیم دست به کار شده و از او منتقدی قهرمان به نفع حکومت بسازد که توسط عوامل ضد انقلاب ترور شده است. دسته سوم هم که تکلیفشان روشن است. آنها منتقدانی در خدمت حکومت هستند، همچون ناخن دست که پشت را می‌خاراند و اگر سطح پوست را خراش دهد تنها کافی است اندکی کوتاه گردد. در نهایت نقش آنها بسیار خوشایند حکومت است. ممکن است آنها خود نیز متوجه خدمتشان به حکومت نباشند. حسین یخچالی کتاب بعدی ماست. به نویسندگی رضا باقری. کتاب به صورت یک رمان می باشد. بخشی از کتاب. این داستان واقعی است. زمان و مکان و اکثریت اسامی با همان نامهایی که بودند در داستان آورده شده و هیچ قصدی در برجسته ساختن یا کم بها دادن به شخصیت‌ها و وقایع داستان نداشتم. آنچه به وقوع پیوسته را با صداقت بیان کرده، توضیح مسائل اجتماعی ایران قبل از سرنگونی شاه را در کوچه و محله ها شرح دادم. حتی المقدور وارد مسائل سیاسی و حوادثی در حول و حوش زمان داستان به وقوع پیوسته نشده‌ام. در همه جای داستان متناسب با شخصیت‌های آن به مسائل سیاسی اشاره شده است. برای افراد
شخصیت سازی نشده، شخصیت‌های داستان را همان گونه که بوده تشریح کرده‌ام. داستان با زبان محاوره‌ای و عامیانه نگارش شده، همان گونه که مردم کوچه و بازار در زمان وقوع آن صحبت می‌کردند. حتی المقدور ساده نویسی شده و تمامی سعی من بر آن بوده که جملات محاوره‌ای را با زبان مردم عادی بنویسم. بگذریم و برسیم به دختران نیلی، به نویسندگی و گویش لیلا کهن. تعداد صفحات 118 صفحه. موضوع آن داستان است. معرفی کتاب: کتاب دختران نیلی در 118 صفحه و 8 فایل صوتی منتشر شده است. کتاب در مورد زنان و دخترانی است که ناعادلانه مورد ظلم، خشونت، تجاوز و سوء استفاده های جنسی مخصوصاً در قاچاق مواد مخدر قرار می گیرند. زنانی که به پای میز محاکمه کشیده شدند و چه ناعادلانه احکامی برای ایشان صادر شدند. یک افسر نفوذی مسئولیت یک پرونده را قبول کرده وارد زندان می شود، ولی در بین این زنان به ظاهر مجرم حکمی که از روی عدالت داده شده باشد نمی بیند. دختران و زنانی که بیگناه بودند و بیپناه. نویسنده در این کتاب سعی دارد به بررسی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد، خیانت، فقر و قاچاق مواد مخدر به خصوص در مورد دختران و زنان بدسرپرست بپردازد. وجود اشعار زیبایی از شعرای بزرگ، خیام و رهی معیری بر جذابیت این کتاب می‌افزاید. تیغ سنت به نام مذهب، کنکاشی پدیدار شناختی درباره ختنه پسران یا مردان در ایران. سرپرست و هماهنگ کننده پژوهش کامیل احمدی. سال انتشار 2023. موضوع کتاب جامعه شناسی و پژوهش می باشد. کتاب تیغ سنت به نام مذهب بررسی پدیدار شناختی ختنه مردان یا پسران در ایران است که توسط نشر آوای بوف در 396 صفحه در بهار 2023 منتشر شده است. این کتاب تلاشی است در راستای بررسی بی‌طرفانه و جامع پدیده ختنه مردان یا پسران با تأکید بر حقوق کودکان و حق مالکیت بر بدن و شناخت علمی مسئله ختنه مردان یا پسران در جامعه ایران. جهت آگاهی رسانی به کارگیری در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مؤثری که مانع بروز پیامدهای سوء آن می‌شود. پدیده ختنه به عنوان عملی که بر روی بدن انسان اعمال می‌شود در حوزه بررسی‌های حقوق فردی و مالکیت حق بر بدن قرار می‌گیرد که از منظر سنت و فرهنگ دینی امری عادی و بهنجار شناخته شده است. اما با توجه به اینکه در جامعه معاصر هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب می شود، نظریات نوین علم حقوق نیز تأکید می کنند که هر گونه تغییر در اندام فرزند بدون دخالت و اجازه خود کودک نه تنها تجاوز به حقوق اوست، بلکه ماهیت ضد آموزشی نیز در پی دارد. نظریه‌ای که منتقدان و موافقان خاص خود را دارد. هدف این پژوهش این بودی که با آگاهی سازی جامعه نسبت به پیامدهای این عمل مانع از آن شود که سرمایه‌های انسانی به راحتی در تعبیر و توجیه سنت‌های فرهنگی پرمناقشه و تبلیغات گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی، پزشکی و مذهبی گرفتار گردد. در فصل 5 تلاش شده موضوع ختنه از دیدگاه علمی بررسی گردد و رویکرد کلی هر کدام از رشته‌های علمی رایج در دنیای امروز به ختنه پسران را مشخص نماید. آغوش ما. نویسنده انسان کنشگر. تعداد صفحات 43 صفحه. موضوع چالشی بر ماهیت و مفهوم سخن،
و طرح چند فرضیه پیرامون هستی و تلاش در پیوند علم، فلسفه و عرفان با آرایه مکتب مائیسم. گذر از آتش، یادمانده‌های مبارز برای آزادی و کرامت انسانی، به نویسندگی ایرج قهرمانلو. چاپ اول بهار 2015، چاپ دوم تابستان 2022. تعداد صفحات 498 صفحه. موضوع زندگی نامه، خاطرات و تاریخ. در میان خاطرات زندانیان سیاسی ایران در 50 سال اخیر تعداد اندکی به نقد مسائل داخلی گروه‌های مطبوع خود پرداختند و اکثراً در چارچوب حق که خودشان باشند و باطل که رژیم حاکم باشد باقی مانده‌اند. یکی از کسانی که در خاطرات خود به نقد رویدادهای داخلی گروه خود نیز پرداخته دکتر ایرج قهرمانلوست. آنچه آقای قهرمانلو از روابط درونی سازمان مجاهدین خلق ایران در اواخر دهه 1340 و اوایل دهه 1350 تشریح می‌کند از اهمیتی بسزا برخوردار است، زیرا ریشه‌های انحراف از اصول و اتکا به کسب قدرت به هر طریق و اعمال آن به هر شیوه را می‌توان به روشنی در یادمانده‌های آقای قهرمانلو دید. بحث درباره کتاب کمی طولانی است و به همین معرفی کوتاه بسنده می‌کنیم. با روحانیت و تجرد کشیشان ادامه می‌دهیم. یک اصل مذهبی یا یک بدعت و انحراف بشری با تبعات منفی. نویسنده رضا خزایی. تعداد صفحات 195 صفحه. موضوع زندگی نامه، خاطرات و تاریخ. کتاب روحانیت و تجرد کشیشان یک اصل مذهبی یا یک بدعت و انحراف بشری با تبعات منفی به صورت ویژه به مسئله ازدواج این افراد پرداخته. در مقدمه این کتاب می‌خوانیم مسئله ازدواج کشیش‌ها و حتی اسقف‌ها در گذشته دور امری مرسوم بوده است و کشیشان کلیسای اولیه غالباً ازدواج می‌کردند، اما از زمان شورای لتران در سال 1123 کشیشان کلیسای کاتولیک پس از اعلامیه سومی که در آن سال منتشر گردید از ازدواج منع شدند. با این حال در کلیسای ارتدوکس منعی از ازدواج کشیشان وجود ندارد. البته ازدواج اگر پیش از انتساب به مقام کشیشی یا شماسی صورت گیرد اشکالی ندارد، اما پس از انتساب به این مقامات دیگر ازدواج مجاز نیست. خواهران و دختران ما به نویسندگی احمد کسروی کتاب بعدی ماست. تعداد صفحات 50 صفحه. موضوع نقد، زنان، حجاب. کتاب خواهران و دختران ما مجموعه تمام پاره نوشتارهای کسروی درباره زنان و بانوان است که توسط خود او گردآوری و به چاپ رسیده بود. این اثر به جنبه‌های مختلف اهمیت زنان و حضور آنها در جامعه پرداخته. همچنین از چاقچور و روبند و مطبخ نشینی زنان گله می کند و خواهان مترقی شدن بانوان و نقش آفرینی آنها در جامعه می گردد. در بخشی از کتاب آمده کسانی می گویند آیا در قرآن دستوری درباره رو گرفتن زنان نیست؟ می گویم هیچ نیست. در قرآن این هست که زنان به مردان و مردان به زنان نگاه نکنند، که اگر این دلیل رو گرفتن باشد باید مردها نیز رو گیرند. این هم هست که زنان آرایش‌های خود را به جز به شوهران خود نشان ندهند. این هم هست که مردان بیگانه سرزده به اتاق زنان در نیایند. در قرآن اینها هست و رو گرفتن هیچ نیست. میگویند پس ملایان چه میگویند؟ پس این ایستادگی را چرا میکنند؟ میگویم مگر شما ملایان را نمیشناسید؟
آنها دسته‌ای هستند که در این کشور مفت می‌خورند و کاری که از دستشان برمی‌آید ایستادگی در برابر پیشرفت توده است. هر گامی که مردم به سوی بهتری بردارند، اینان با آن دشمنند که تا توانند ایستادگی خواهند کرد و سپس رها کرده فراموش خواهند گردانید. عشق و اندوه که ترجمه اشعاری از پابلو نرودا، فدریکو گارسیا لورکا، امیلی دیکنسون، تی اس الیوت، والت ویتمن، دبلیو بی ییتس، پرسی بی شلی. تعداد صفحات 75 صفحه. موضوع ادبیات شعر. ظرافت جوجه تیغی به نویسندگی موریل باربری. تعداد صفحات 360 صفحه. معرفی کتاب. کتاب ظرافت جوجه تیغی رمانی زیبا با درونمایه‌ای قوی از خانم موریل باربری، رمان نویس مراکشی الاصل و استاد فلسفه است. به هنگام انتشار کتاب در سال 2006 از رمان استقبال گسترده‌ای شد و با فروش میلیونی و جوایز متعدد موفقیت‌های زیادی برای نویسنده‌اش به همراه داشت. این رمان همچنین در سال 2007 جایزه سال اتحادیه ناشران فرانسوی را از آن خود کرد. در سال 2009 بر اساس این کتاب فیلمی نیز ساخته شده است. آوای بوف. ظرافت جوجه تیغی کتابی است که همانند اسمش ساده و معمول نیست. کتابی با بنمایی فلسفی عمیق اما دلچسب، کتاب سختخوانی که به مرور آسان می شود. به طور کلی می شود گفت که اگر به دنبال کتابی هستید که هم میل شما را به فلسفه و موضوعات اجتماعی اقناع کند و هم ذات داستانی داشته باشد، این کتاب برای شماست. کتاب ویروس‌های ذهن به نویسندگی ریچارد داکینز نیز منتشر شده که 45 صفحه دارد و موضوعی علمی دارد. معرفی کتاب. یافتن ویروس‌های ذهنی موفق همانند یافتن ویروس‌های کامپیوتری موفق برای قربانی دشوار خواهد بود. اگر شما قربانی ویروسی باشید، ممکن است که این نکته را ندانید و حتی قویاً منکر ویروسی بودن باشید. خب اگر یافتن ویروس در ذهن خود دشوار است، برای ویروسیابی چه نشانهایی را میتوان به کار گرفت؟ من با تصور این که یک کتاب درسی پزشکی چگونه میتواند علائم ابتلا به یک ویروس ذهنی نوعی را برشمارد، به این پرسش پاسخ میدهم. بیمار نوعاً خود را عمیقاً ناگزیر می‌یابد که یک اعتقاد درونی را صادق، صواب یا ارزشمند بینگارد. اعتقادی که به نظر نمی‌رسد نیازی به شواهد یا استدلال داشته باشد، اما با این حال شخص احساس می‌کند که کاملاً مجاب کننده و متقاعد کننده باشد. پزشکان چنین باوری را ایمان می‌خوانند. دفترچه ویراستاری علم از بنیاد روزنامه‌نگاری علم نایت در دانشگاه MIT. کتاب بعدی ماست. موضوع کتاب علمی است با تعداد صفحات 306 صفحه. این کتاب را گروهی از بهترین نویسنده‌ها، روزنامه‌نگاران و ویراستاران علم نوشتند و شاید یکی از معدود مراجع کامل و به روز در این زمینه باشد. این کتاب از سوی مرکز روزنامه‌نگاری علم نایت در دانشگاه MIT تهیه و ترجمه آن هم از سوی همین نهاد منتشر می شود. آوای بوف. این کتاب به موضوعات وسیعی از پیدا کردن منابع و راستی آزمایی داستانها، ویرایش داستان، اخبار جعلی و دروغین، رسانه‌های اجتماعی، پاپیولار ساینس، نوشتن سرمقاله ها، آمار در روزنامه‌نگاری علم، پوشش مناقشه ها، پوشش تئوری توطئه و موضوعات دیگر می‌پردازد. این کتاب
که توسط برخی از مشهورترین ویراستاران علمی و گزارشگرانی که امروزه کار می‌کنند نوشته شده است، به شما قدرت می‌دهد که سوالات درستی بپرسید. به شما امکان می‌دهد گزارش‌های معیوب را تشخیص دهید. رمان زنده میمانم به نویسندگی حسین قزلباش. تعداد صفحات 172 صفحه. موضوع آن علمی. این کتاب در 172 صفحه و 10 فایل صوتی منتشر شده است. این کتاب جلوه‌گر رنج‌ها و مصیبت‌های وارده به مردم ایران در طول جنگ جهانی اول و دوران حکومت احمدشاه قاجار میباشد. نویسنده طی داستانی با نثر ساده و روان، ظلم و ستم استعمارگران به ملت ایران و هلاک شدن صدها انسان بیگناه را در آن دوران بیان می‌دارد. همچنین به بیان ناآگاهی مردم در آن دوران، عواملی که باعث قحطی بزرگ و نفوذ هرچه بیشتر استعمارگران شد می‌پردازد، باشد که از اذهان مردم پاک نگردد. مجموعه داستان‌های کوتاه انگشتانی که در باغچه رویدند به نویسندگی ماریا شعبانی مهر نیز منتشر شده که تعداد صفحات این کتاب 139 صفحه است. معرفی کوتاه: این مجموعه شامل 25 داستان کوتاه در موضوعات مختلف می باشد. متن پشت جلد: اخیراً کشف کردم که چرا این همه به داستان نویسی علاقه‌مندم. می نویسم چون روحم را تلطیف می کند. هر بار با نوشتن داستانی ذره ای از خشم بی پایانی که در درونم وجود دارد کاسته می شود. درونم بسیار ناآرام است و پر از التهاب و خشم و انگار این خشم هیچ وقت تمام نمی شود. آشنایی با انواع رایج مغالطه که گردآوری و نگارش آن توسط خانه آتئیست‌های ایران انجام شده نیز منتشر گردیده که تعداد صفحات آن 102 صفحه است. این کتاب بنا به پیشنهاد جمعی از دوستان جهت دسترسی آسان به مغالطات رایج و به همت گروه خانه آتئیست‌های ایران و از کتاب مغالطات نوشته محمد مهدی هات بهره برداری شده. آوای بوف: در زمانه‌ای که انتقال اطلاعات به طور گسترده‌ای انجام می شود و افراد هر روز بمباران اطلاعاتی می شوند یا در انواع محیط‌ها به بحث و گفتگو می پردازند، تشخیص درستی یا نادرستی داده‌ها یا گفته‌های شخص آسان نیست. دسترسی به داده‌ها بسیار آسان شده است و به راحتی اطلاعات به شکل‌های مختلف در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد. اما این اطلاعات به ظاهر جامع و درست بسیاری از اوقات با هدفی خاص و تحمیل کردن نظری به دور از منطق ارائه می شوند. اینجاست که تشخیص اطلاعات درست از نادرست اهمیت می یابد. موهای هورا رمانی سیاسی است با محوریت انقلاب زن زندگی آزادی به نویسندگی نریمان شماری. تعداد صفحات 340 صفحه. اولین رمان با موضوع زن زندگی آزادی. معرفی: کتاب حاضر رمانی جذاب است که نویسنده تلاش کرده تا موضوعات سیاسی روز از قبیل ترورهای سیاسی و هسته‌ای، روابط داخلی سپاه، آخوندکشی و همچنین خیزش بزرگ زن زندگی آزادی و انقلاب مهسا را دستمایه داستان خود قرار دهد. آوای بوف: تاریخ و دوره نگارش اثر را میتوان از مهمترین شاخصه های کتاب دانست، چرا که در زمان جاری بودن این شرایط و حال و هوای آن نگاشته شده است
و بیمها و امیدها و احساسات زنده جامعه امروز را میتوان به وضوح در متن و جملات آن شاهد بود. عقربه‌های خیالی به نویسندگی بلوجک کتابی علمی است که در 250 صفحه انتشار یافته است. معرفی کوتاه: اگر بخواهیم به شکلی مختصر محتوای این کتاب را بررسی کنیم، در فصل اول نگاهی به تاریخ و طرز فکر بشر در مورد مفهوم زمان انداخته می شود، جایی که ما نحوه رشد طرز فکر اجدادمان درباره زمان را ملاحظه می کنیم. اگر خیلی از خواندن آن لذت نبردید، قدری تحمل کنید، چون اوضاع در فصل‌های بعدی بهتر می شود. در فصل دوم به دنبال شکافتن مفهوم زمان و رسیدن به پاسخ این سوال خواهیم رفت که در واقع زمان چیست؟ تعریفی که البته حداقل با آنچه می‌دانیم در تناقض نباشد، هرچند که رد پای خیال پردازی هم در آن دیده می شود. در فصل سوم پایمان به موضوع سفر در زمان باز می شود، جایی که سعی شده با اشاره به آنچه تا امروز می دانیم به امکان پذیری موضوع سفر به گذشته و آینده پرداخته شود. در نهایت هم به فصل چهارم خواهیم رسید که در آنجا زمان بیرونی را رها کرده و به سراغ دنیای درونی می رویم. کتاب بعدی که از جناب کسروی منتشر شده پرسش و پاسخ است، با تعداد صفحات 49 صفحه که در دسته‌بندی سیاسی و نقد مذهبی قرار می‌گیرد. این کتاب گفتگویی است بین کسروی و 2 تن دیگر که به صورت کتاب درآمده است. خود کسروی درباره کتاب چنین می‌نویسد: در روزهایی که از بیمارستان بیرون آمده در خانه بستری می‌بودم و یکی از آشنایان اروپا دیده به دیدنم آمده بود، 2 تن از آشنایان بازاری نیز آمدند و پس از حال پرسی گفتگوهایی رفت، پرسش‌هایی شد و پاسخ‌هایی دادم و چون گفته شد بهتر است به چاپ برسد، آنها را یادداشت کرده چیزهایی نیز افزودم و اینک برای چاپ به روزنامه کیهان می‌فرستم. اما میرسیم به یک نمایشنامه به نام علی مکبر به نویسندگی ف الف. تعداد صفحات 100 صفحه، دسته‌بندی نمایشنامه و داستان. مجموعه انتقادی در قالب نمایشنامه که نویسنده تلاش دارد همانند آثار دیگرش مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران را در قالب داستان به بوته نقد بکشد. توضیحات مربوط به حوادثی از نیزار جراحی ثبت شده توسط خالد را کمی کوتاه‌تر می‌کنیم. تعداد صفحات 148 صفحه. معرفی کوتاه: پس از اعلام افزایش قیمت ناگهانی بنزین از طرف دولت در آبان ماه 1398 اعتراضات مردمی آغاز شد و به سرعت در بیش از 100 شهر در سراسر ایران گسترش یافت. این اعتراضات به سرعت در مخالفت با دیکتاتور ایران علی خامنه‌ای و رژیم اسلامی گسترش یافت. مطابق معمول اینترنت و راه‌های ارتباطی در داخل کشور توسط دولت قطع شد که گزارش از جزئیات را تقریباً ناممکن نمود. نیزار ماهشهر روایت یک روز خونین در جریان اعتراضهای آبان 98 است. اعتراضاتی که مثل طوفان بزرگ و پرشتاب که 200 شهر کوچک و بزرگ ایران را در نوردید و به روایت عفو بین الملل، خشونت و کشتار بی سابقه حکومت را نیز نشان داد که منجر به کشته شدن دست کم 208 نفر شد و در ماهشهر به نقطه اوج خود رسید. طبق برخی از روایت‌ها
مانند گزارش نیویورک تایمز بین 40 تا 100 نفر در این شهر کشته شدند. کتاب بعدی زن، زندگی، آزادی به نویسندگی کسری فرمنش است. تعداد صفحات 168 صفحه که در دسته‌بندی سیاسی قرار می‌گیرد. در تاریخ پرفراز و نشیب تقابل خیر و شر در سپهر سیاسی اجتماعی و مبارزات مدنی و حق طلبانی ایرانیان همواره فرصت‌هایی پیش آمده تا مردم جوهره و ماهیت آزادی خواهانه‌شان را به نمایش و تصویر بکشند. هر زمان با خواسته ای پیشرو و آوانگارد در مقابل حاکمان و ستم پیشگان ایستادند و آرمانها و حقوق به حقشان را فریاد زدند. از سینه‌هایی که برای دموکراسی نوپای مشروطه سپر شدند تا امروز که سراپای جامعه ایران را شوق اشراف بر سرنوشت خود در تمام ابعاد زندگی را فریاد می‌زنند. بیشمار جانها پرپر شده تا خواست مردم به شعار مدرن زن، زندگی، آزادی برسد. شعار جنبشی که با تمرکز بر مجموع خواستها و فریادهای مردم ایران در تحقق رفع تبعیضها و دشمنی‌های جنسیتی علیه نابودگران و مرگ تباران و قاتلان زندگی و مخالفت قاطع با به بند کشندگان و محبوس کنندگان آزادی بنا گردید. به آواز گوسفندها میرسیم. نویسنده مهدی رضایی. معرفی: مجموعه داستانی است شامل 9 داستان که برای تعلیق پیش می رود. لحن مناسب شخصیت‌ها، فضاسازی بکر و جذاب و ذات فانتزی بودن داستان‌ها از نقاط قوت این مجموعه محسوب می شود. بعضی از داستان‌ها حتی به سبک سمبولیک روایت می شود. کتاب بعد باران میبارد به نویسندگی حسن حسام. معرفی: باران میبارد به تحقیق اولین داستانی است که در ادبیات معاصر ایران بعد از انقلاب درباره کابوس قتل عام زندانیان سیاسی نوشته شده است. نقطه صفر کابوسی است که نه در 67 که در سال 60 آغاز شد. ببریخان به نویسنده امیرحسین بیات. رمانی طنزگونه، فانتزی و سیاسی در بستر حکومت قاجار. چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد؟ نویسنده مهدی رضایی. معرفی: مهدی رضایی داستانش را در 6 فصل نوشته است. داستانی که راوی آن آرمان پاکروان، همان دیوانه داستان، یک معلم دبیرستان است و ماجراهای مختلفی از قتل و خیانت و عاشقی را بیان می کند. خروج از واماندگی روحی که توسط سازمان بهداشت جهانی معرفی و منتشر شده است. کتابی که تأثیر موضوعش بر روی من و تو به هیچ وجه کمتر از تأثیر سیاست و اقتصاد نیست. به خودمان در آینه نگاه کنیم. آیا مطمئنیم سلامت روحی داریم؟ عوامل بسیار زیادی می توانند در سلامت یا بروز دردها و مشکلات روانی ما مؤثر باشند. این دردها می توانند افراد جامعه را کم نشاط و مرده دل کنند، از کار و زندگی بیاندازند، فلج و خانه نشین کنند و حتی برای دیگران خطرناکشان کنند. در جوامع بحران زده این اثرات و رنجها شدیدترند. به فقیه ماردوش به نویسندگی نیما بهرامی میرسیم. معرفی اجمالی: با مرور کوتاه و رمزگشایی از داستان ضحاک مأخوذه از شاهنامه حکیم طوس، سعی بر تسکین تأملات سیاسی اجتماعی حاکم بر ایران شده. شاید این مرور
پیشگیری و درمانی بر ابتلای فراموشیمان نیز بگردد. کتاب بعد آسیب به نویسندگی مهدی حسینی است که البته همراه با تصاویری از آثار مخرب اعتیاد است. مجموعه داستان کوتاه بعد از آن سالها به نویسندگی حسن حسام کتاب بعدی ماست. معرفی: مجموعه 6 داستان کوتاه با عناوین زن آقا فکر کن، وجین، مادام، خب حالا بریم چیکار کنیم، غروب شکار، خانجان. کتاب بعد مجموعه داستان کارنامه احیا به نویسندگی حسن حسام می باشد که مجموعه 4 داستان کوتاه با عناوین کارنامه احیا، داستان بینام، این غول و خیزاب. در سوگ مرگ امیر. نویسنده دکتر علی محمد آقا محمدی. معرفی کتاب: در این نوشتار فشرده‌ای می‌خوانید از آنچه امیر کبیر در دوره بسیار کوتاه زمامداریش برای ایران انجام داد. سروده در سوگ مرگ امیر نیز یادآور سالهای پایانی زندگانی امیر است. خواننده باید روش گفتگوی امیر کبیر و ناصرالدین شاه را در زمینه زمان بخواند. مانیگری و صوفیگری به نویسندگی دکتر علی محمد آقا محمدی است. آگاهی‌های مربوط به مانی و دینی که او آورد در نوشتارهای زبان پارسی چندان نیست. همینگونه در رابطه صوفیگری با مانیگری نیز مگر نوشته‌های چند در دست نیست. در کتابی که در دست دارید نویسنده کوشیده است که گوشه‌های تاریک یاد شده را تا آنجا که توان اوست روشن سازد. متافیزیک عشق از کتاب جهان و تأملات فیلسوف به نویسندگی آرتور شوپنهاور. البته این موضوع منتشر شده صرفاً بخشی از کتاب آرتور شوپنهاور است. تعداد صفحات 43 صفحه. دسته‌بندی فلسفه و علوم انسانی. جهان و تأملات فیلسوف شامل 15 مقاله از آرتور شوپنهاور در مورد مسائل مختلف است. در جهان و تأملات فیلسوف بسیاری از دغدغه‌هایی که افراد به طور روزانه با آنها روبرو می‌شوند مورد بررسی و توجه قرار گرفتند. در ابتدای کتاب جمله‌ای از شوپنهاور آمده است با این مضمون: زندگی پرسش دشواری است. من ترجیح می‌دهم آن را صرف تأمل بر خودش کنم. شبانه ها که مجموعه اشعار است نیز منتشر شده با تعداد صفحات 93 صفحه. موضوع آن شعر و ادبیات است. مجموعه شبانه ها کلیه اشعاری است که در قالب شعر نو سروده شده و شامل اشعار عاشقانه و سیاسی و اجتماعی می باشد. به نویسندگی محمد اقبالیان. راهنمایی برای بهبود نجات یافتگان از شکنجه کتابی است که بسیار پیشنهاد می کنم. به شخصه این کتاب بسیار حائز اهمیت است. تعداد صفحات آن 44 صفحه و موضوع آن روان درمانی است. معرفی: تجربه شکنجه برای هر فرد متفاوت است. این کتاب مشکلات متفاوتی که ممکن است فردی با تجربه شکنجه با آنها مواجه باشد را در بر می‌گیرد. این مشکلات در فصل‌های کوچک و مجزا مطرح شده‌اند. اگر نمی‌خواهید کل کتاب را بخوانید، فقط فصل‌های مرتبط به خودتان را بخوانید.
رویا. نویسنده مهشید رحیمیان. تعداد صفحات 333 صفحه. با موضوع ادبی سیاسی. رویا روایت زندگی یک زن ایرانی است، زمانی که به دلیل فرهنگ سختگیرانه و تیره‌ای که بر خانواده‌اش سایه افکنده بود، به امید خوشبختی تن به ازدواجی ناخواسته می‌دهد. اما نه تنها به آن خوشبختی که در آرزویش بود نمی‌رسد، بلکه حوادث و جریاناتی هم در زندگی خصوصی و هم در فضای اجتماعی سرزمین مادریش شکل می‌گیرد که او را وادار می‌کند تا از مرگ خوفناکی که داشت سرنوشتش را بدان جهت سوق می‌داد بگریزد و به همراه 2 کودک خردسالش غربت و آوارگی را تجربه کند. کتاب بعدی ما زنگ آخر مجموعه داستان به نویسندگی داوود کرمی است که 263 صفحه داشته و داستان و ادبیات موضوع آن است. این مجموعه شامل 17 داستان کوتاه است که به موضوعات مختلف می‌پردازد. این کتاب که از سوی انتشارات آوای بوف به صورت کتاب الکترونیک منتشر و در اختیار علاقه‌مندان به ادبیات فارسی قرار گرفته، در 255 صفحه از 17 داستان تشکیل شده که جز یکی از آنها، باکره، باقی داستانها در فضای بومی و ایرانی می‌گذرد. نویسنده داستانها را به روال خطی دنبال می‌کند و همه داستانها از قول اول شخص مفرد روایت می‌شوند. کتاب ریتم و آهنگ قابل قبولی دارد و خواننده را به دنبال مجموعه داستان خود می‌کشد. خدا بزرگ نیست، نوشته کریستوفر هیچنز با تعداد صفحات 377 صفحه. کتاب خدا بزرگ نیست God is not great نوشته کریستوفر هیچنز نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی است که در سال 2007 منتشر شده است. چاپ اول این کتاب در انگلستان توسط انتشارات آتلانتیس یا آتلانتیک بوکس صورت گرفت و با نام خدا بزرگ نیست پرونده‌ای علیه دین، به انگلیسی God is not great The case against religion منتشر شد. پس از آن در آمریکا توسط انتشارات HBG و با نام خدا بزرگ نیست چگونه دین همه چیز را مسموم می کند، به انگلیسی God is not great How religion poisons everything منتشر گردید. خب برسیم به حزب خران که یک نمایشنامه در دسته داستانی است. ما می‌خواهیم هم نوعان ما زندگی بهتر و راحت‌تری داشته باشند، چون ایمان داریم با همین امکانات جزئی و بگیر و ببند و شکستن قلم‌ها و خاموش کردن صداها در گلوی مردم باز می‌شود کاری کرد. اگر جلوی دزدی‌ها، اختلاس‌ها و چپاول بیت المال گرفته شود، شاید بتوان شرایطی به وجود آورد که مردم در آسایش و رفاه و آرامش به زندگی دلخواه به زندگی سگی خود ادامه دهند. قبول دارید که خدا دیکتاتور و مستبد و ظالم نیست و نماینده اش هم که روح او بود ارث از رحمان و رحیمی خدا برده بود. او که مگسی را در کابین قطار با دست میگیرد و پنجره را باز میکند تا مگس در فضای آزاد به پرواز خود ادامه دهد. چنین فردی مستبد و جلاد می شود؟ نه خیر، ابداً. البته شما هم می توانید بگویید خب از اول پنجره را باز می کرد تا مگس بیرون برود. اشتباه همین جاست. ایشان می خواستند با دست مبارک خود مگس را آزاد کنند. نسخه الکترونیک کتاب ما دوباره سبز می شویم که گزارش خشونت سیستماتیک حکومت ایران می باشد در اختیار شما قرار گرفته
که نوشته دکتر محمد رضا سرگلزایی است. مدخل‌های دانشنامه آنلاین فلسفه، مسائل منطقی و قرینه‌ای شر، نویسندگان جیمز بیبی، نیک تراکاکیس. این کتاب در 129 صفحه در اختیار شما قرار گرفته. موضوع آن علمی و فلسفی است. به نظر می رسد که وجود شر و رنج در جهان ما چالشی جدی برای باور به وجود خدای کامل به وجود می آورد. اگر خدا عالم مطلق باشد، باید به همه اتفاقات فجیعی که در جهان رخ می دهد علم داشته باشد. اگر خدا قادر مطلق باشد، قادر است که برای همه شرور و رنجها کاری بکند. به علاوه اگر خدا اخلاقاً کامل باشد، پس قطعاً می‌خواهد کاری برای شر بکند. با این همه در میابیم که جهان ما پر است از نمونه‌های بیشماری از شر و رنج. به نظر میرسد این واقعیت‌ها درباره شر و رنج مغایر با این ادعای خداباوری سنتی است که خدای کاملاً خیر وجود دارد. چالشی که این ناسازگاری و مغایرت آشکارا به وجود می‌آورد به مسئله شر معروف شده است. در باب حقیقت از هری گوردون فرانکفورت با 61 صفحه در موضوع علمی و روانشناسی. همه ما می‌دانیم که حجم عظیمی از مزخرفات، دروغ و سایر اشکال فریب و ارائه نادرست، برخی عمدی و برخی ندرتاً غیر عمدی، به جامعه ما تزریق می‌شود. با این حال آشکار است که این فشار نتوانسته است تمدن ما را فلج کند، حداقل تاکنون. و به همین دلیل شاید برخی از مردم با خاطر آسوده این امر را دستمایه قرار دهند تا نشان دهند که حقیقت چندان مهم هم نیست و دلیل خاصی وجود ندارد که ما به آن اهمیت زیادی بدهیم. اما این یک اشتباه تأسف‌بار خواهد بود. بر این اساس پیشنهاد می شود اهمیت علمی و نظری را که حقیقت واقعاً از آن برخوردار است را در نظر بگیریم، به عنوان نوعی دنباله برای مقاله در باب حرف مفت، یا به عنوان تحقیقی که تأثیرش میتواند مانند پیش درآمدی برای آن عمل بکند. کما اینکه ما عموماً طوری رفتار میکنیم که گویی تشخیص میدهیم چنین اهمیتی را داراست. خب پس از صحبتی طولانی میرسیم به همیشه همان از رضا حقی. این کتاب در موضوع رمان است. نوشته پشت جلد: تنها منم که میتوانم صدای درونم را بشنوم و برای کشف آدمیان تمام تلاش خود را خواهم کرد. افکار من به هیچ یک از کسانی که شناخته‌ام شباهتی نخواهد داشت. با اینکه نسبت بدی و خوبی با آنان ندارم، اما تفاوت‌های میان ما هست که دلخوشی من است. شکستن این قالب کار آسانی نیست. تنها زمان قادر به داوری بین ما خواهد بود و این راه من است. واحد 400 به نویسندگی حوری قرداغی کتابی با ارزش با 603 صفحه است. کتابی که تاریخی سیاسی و یک پژوهش بزرگ و مستدل از ترورهای برون مرزی سپاه پاسداران است. نویسنده در یک مجموعه 3 جلدی جنایت‌های جمهوری اسلامی را در خارج از قلمرو کشور ایران به نگارش درآورده است. تلاشی که این جانب راوی دارم این است که مقاله‌ای کوتاه از این بابت به زبان انگلیسی داشته باشم تا آن را در اختیار خوانندگان و نویسندگان خارجی هرچند با تعداد اندک بدهم یا آنکه در یک سایت معتبر منتشر کنم. میرسیم به قضاوت خدا از نیما شهسواری. این کتاب در دسته‌بندی نقد قرار می‌گیرد. بخشی از کتاب: تو خداوندا با تو سخن میرانم و تو را خطاب میدهم. میگویی کلیدهای غیب دست توست و میدانی
میگویی برگی از درخت نمیافتد مگر اینکه تو بخواهی. تو خواستی؟ چه چیز را؟ جنگ را؟ سیل و زلزله و فقر را؟ از چه بگویم؟ از کدامین خواسته ات بگویم؟ زمینیان خسته اند، رخت بندگی را از تن دریده اند و آتشش زده اند. آتشی به وسعت جهنم ساخته در مغزهاشان. این زمینیان بار و بنه بسته طفلهایشان را در دست گرفته و آمده اند تا بگویند خسته اند. از ارادت خسته اند، از خشمت خسته اند و از تنفرت خسته اند. بهاییگری یکی دیگر از کتابان کسروی است که در سال 2023 منتشر شده. این کتاب 46 صفحه داشته و در دسته‌بندی نقد مذهبی قرار می‌گیرد. این کتاب که احمد کسروی در رد و انتقاد بهاییان نوشته است، با ابتدایی از رد مهدویت، تشیع و شیخیه و کیش بابی شروع شده و نهایتاً به نقد دین بهایی می‌پردازد. کتاب بعد کتاب تاثیرگذار بی‌حجاب از یاسمین محمد است. چگونه لیبرال‌های غرب بر آتش اسلامگرایی رادیکال می‌دمند. تعداد صفحات 382 صفحه. دسته‌بندی نقد و اجتماعی است. این کتاب برای تمامی کسانی که تحت فشار طاقت فرسا و تهدیدات هولانگیز اسلام در حال له شدن هستند نوشته شده است. کتاب همچنین برای کسانی نوشته شده است که فکر می‌کنند تمام مسلمانان هیولا هستند و باید همه را با یک چوب راند. و اما بهشت از مسیر جهنم. مؤلف میم بیدار. تعداد صفحات 528 صفحه. مراد حاصل کشاورزی روستایی است که ناخواسته به انقلابیون پیوسته و انقلابی شده، تا اینکه در سال 1360 باز هم ناخواسته با خانواده روستایی روبرو می شود که پسرشان گرفتار کمیته و دادگاه انقلاب شده است. مراد حاصل به شکلی در همراهی با این خانواده به تماشای انقلاب که دستپخت خودش بوده می نشیند و خواننده نیز بیشتر از طریق او با ماجراهای داستان و از جمله مصیبت‌های خانواده گرفتار همراه می شود. برسیم به اثری کوتاه از اریش فروم تحت عنوان نافرمانی به عنوان مسئله روانی و اخلاقی. اریش فروم مقاله حاضر را برای درج در مجموعه‌ای نوشته بود که در آن متفکرین بسیاری برای اعتراض به ساخت و گسترش سلاح‌های هسته‌ای مقاله می‌نویسند. فروم با این پند و اندرزش درباره نافرمانی در ردیف شخصیت‌هایی قرار می‌گیرد نظیر گونتر آندرسن، مارتین بوبر، دانیلو دورسی، برتراند راسل، آلبرت شوایتزر و کارل فردریش فون وایتسکر. این مقاله برای اولین بار به عنوان Disobedience as a Psychological and Moral Problem در انتشاراتی کلارا اورگوهارت و پس از آن در سال 1963 در انتشاراتی جوناتان کیپ لندن به عنوان A Matter of Life منتشر شد. خودی که مرا کشت مجموعی از مقالات است که در دسته‌بندی سیاسی اجتماعی قرار می‌گیرد. به نویسندگی میثم موسوی نسیم آبادی. آنچه پیش روی شماست مجموعی متشکل از 11 رساله است که از سال 1390 تا 1401 نگاشته شده است. مقالاتی در حوزه تاریخ و فلسفه که سعی بر آن دارند تا با دلایلی مختصر و مستند به جدال با آنچه در جامعه ما شهرت یافته بپردازند. مقالاتی درباره جبر و اختیار، وجود یا عدم وجود خدا، دلایل پذیرش اسلام از سوی ایرانیان، تحقیر کنندگان زن، دیکتاتوری،
همجنسگرایان و مدافعان آنان، جعلیات و دروغ‌های فراوان آشورایی، نقد جنگ، نقد انقلاب، خودکشی از نگاهی دیگر و شیعیانی که قرآن را تحریف شده می‌دانند. این صدای مزاحم جستاری درباره آزادی بیان به نویسندگی رامین کامران با تعداد صفحات 86 صفحه در دسته‌بندی سیاسی اجتماعی. روشن است که آزادی یعنی انتخاب در جایی که انتخابی هست و اینکه آزاد باشیم که فقط یک کار بکنیم دیگر آزادی نیست و این تعریف برخلاف ظاهر قانع کننده‌اش قابل استفاده نیست. کسانی که معتقد به این یا آن نوع جبر هستند منکر این نیستند که افراد بشر در طول عمر خویش هزاران هزار انتخاب انجام می‌دهند. میگویند این انتخاب‌ها آزاد نیست چون تحت تأثیر عواملی واقع گشته که فرد به آنها تسلط و آگاهی چندانی ندارد. اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده. نویسنده فریدون آدمیت. تعداد صفحات 293 صفحه. از پیشگفتار این کتاب: این رساله چهارمین است در تاریخ اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی جدید ایران تا عصر نهضت ملی مشروطیت. پیشتر فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، اندیشه‌های طالبوف تبریزی و اندیشه‌های میرزا آخان کرمانی را منتشر کردم. در سیر افکار جدید میرزا فتحعلی آخوندزاده 1228 تا 1295 از نوآوران است. نماینده تفکر علمی و انتقادی است. پیشرو نمایشنامه نویسی و داستان پردازی اروپایی در خطه مشرق زمین است. مبتکر اصلاح خط و تغییر الفبا در جامعه‌های اسلامی است. منتقد ادب کلاسیک و سنت شکن تاریخ نگاری است. داعی اخذ دانش و حکمت و مدنیت غربی است. اندیشه ساز ناسیونالیسم ایرانی است. نقاد سیاست و دین است و معتقد به تفکیک مطلق سیاست از دیانت. دشمن دولت استبدادی و هر گونه حکمرانی فردی است. هواخواه مشروطیت عقلی، عرفی بر پایه حقوق طبیعی است. هاتف اصلاح دین و پروتستانیسم اسلامی است. اندیشگری است مادی با افکار و آرای کاملا مضبوط. در نظام فکری او ناهمتایی و تناقض راه ندارد. هرچه هست اصالت ماده و سلطنت عقل است. حشره بازی. نویسنده علی سهرابی. تعداد صفحات 95 صفحه در دسته‌بندی رمان و ادبیات. معرفی کتاب به صورت کوتاه. حرکت خواننده در رمان‌ها و داستان‌های سنتی به صورت تعریف شده‌ای از درام است. حتی در داستان‌های مدرن برخلاف چیزی که مدعی آن هستند و برخلاف ظاهر پیچیده و مبهم و حتی درامگریز آن، در نهایت با زمان، هستی و لمس ما از این دو یعنی زندگی برخوردی کلیشه‌ای و ساده داشتند و لذا این توهم را ایجاد کردند که بشر می‌تواند سر از اسرار هستی درآورد. وقتی درک ما از هستی انسجام ندارد، انسجام متن بی‌معنی است. در دنیایی که مشخصه اش وفور نشانه‌های پراکنده و بی‌ربط است و ذهن جامعه پر است از حس‌ها و هیجان‌های پراکنده و شدید و زودگذر، نوستالژی، اسطوره‌های بازیافتی و تمثال‌های یکبار مصرف و در آن کیفیت‌هایی که روزی ارزش داشته‌اند مثل عمق، انسجام، معنا، اصالت، اعتبار و صحت فقط در حد شعار شده‌اند و عدم قطعیت با تمام وجود لمس می‌شود. سزاوار متنی هستیم که انعکاس صحیحی از این دنیا باشد و طبیعتاً در این متن جایی برای نگارش خطی و ممتد نیست.
کتاب بعد مشعشعیان یا بخشی از تاریخ خوزستان به قلم احمد کسروی با تعداد صفحات 136 صفحه است که داستان سید محمد مشعشع و جانشینان او را بیان می کند. گروگانگیری خمینی، نویسنده آن رابرت دریفوس است. تعداد صفحات این کتاب 119 صفحه و دسته‌بندی آن سیاسی تاریخی است. آیا آیت الله خمینی واقعا رهبر انقلاب بود یا صرفاً یک دست نشانده در دستان قدرت‌های پشت پرده؟ فرار از مهشید رحیمیان. تعداد صفحات 134 صفحه در دسته‌بندی رمان و داستان. سدوم و گومورا به نویسندگی نیکوس کازانتزاکیس. تعداد صفحات 138 صفحه و دسته‌بندی آن تاریخی و نقد مذهبی است. کازانتزاکیس در سدوم و گومورا دنیای معاصر را پیش از فرارسیدن برایمان به تصویر می‌کشد. از شهری نخستین به میان می‌آورد که دیوارهایی به گرد خود برافراشته است و بر آنها نوشته است: در اینجا خداوند زیست نمی‌کند. کتاب بعد سیتادل، نویسنده نیما بهرامی. تعداد صفحات 39 صفحه و در دسته‌بندی فلسفی است. آنچه در پی این نوشتار می آید حاصل ذهن ناتوان بشری است، اسیر در 4 بعد هستی که تنها یاریده و دستگیرش در این ره ذهن دیگر هم نوعانش می باشد، به امید روزی که بتوانیم رو در رو و بدون ترس از تکفیر و آزارهای کوتاه‌اندیشان و وکیل مدافعان حضرت حق از بحث‌های فلسفی لذت ببریم. یوحاقیم بابلی و همسر بلند آوازش شوشانا. نویسنده مارنیکس خیسه. تعداد صفحات 116 صفحه و در دسته‌بندی رمان. معرفی کتاب: بخشی عمده از ادب و هنر امروز، رمان، نمایشنامه، فیلمنامه، بازسازی و نوپردازی مضامین پایدار و ماندگاری است که نقد حال نوع بشرند و از این رو پیامشان کهنه نمی شود و هنوز با دل و جان آدمی سخن می گوید و بدین اعتبار می توان گفت که مثالی اند. نویسندگان و هنرمندانی اندیشمند در هر قوم این گونه بنمایه‌های زوال ناپذیر را امروزین و عصری یا به زبان امروز روایت می کنند، یعنی حوادث و وقایع هر یک را به زبان حال باز می آورند و در چارچوب زندگانی هر روزینه می گنجانند و این چنین با تفسیر پیام رمزی آن مضامین عناصر دوام پذیر فرهنگ و ادب خویش را زنده نگاه می دارند. سفر در بیکرانی، نویسنده رامین. تعداد صفحات 251 صفحه. موضوع آن فلسفه و علم است. آنچه در این کتاب بیان شده است مجموعی از نظریه‌های فلسفی نویسنده در خصوص هدف زندگی است که بر اساس مطالعات علمی و فلسفی، پژوهش، اندیشیدن و الهامات درونی می باشد
و طی سالهای طولانی به نگارش درآمده است. نظریه‌ها و مباحث حاصل اندیشیدن و خردورزی نویسنده است و مربوط به ادراکات نویسنده میباشد. بنابراین هیچ گونه یقینی برای مخاطبین ایجاد نمی‌کند و پیشنهاد می‌شود پس از مطالعه نظریه‌ها به خردورزی بپردازید و با تردید در موضوعات آنها را مورد تجزیه و تحلیل منطقی قرار دهید و هیچگاه موضوعی را با احتمال 100% نپذیرید و به یقین نرسید و همیشه درصدی احتمال خطا را برای هر موضوعی قائل شوید تا بتوانید خردورزی را سرلوحه امورات خود قرار دهید. سکوت هم مجموعه‌ای از داستان هاست به نویسندگی مهدیار باقرپور. تعداد صفحات 66 صفحه. این مجموعه شامل 7 داستان و عناوین زیر می باشد: درماندگی، به وقت اذان، درخت انگور، فندک مارلبرو، هبوط و غیره. مواجهه روشنفکران ایرانی با دین و تصوف در بوته نقد. نویسنده ظهیر باقری نوپرست. تعداد صفحات 53 صفحه. دسته‌بندی نقد، تاریخی و روشنفکری. نویسنده در این کتاب به آثار روشنفکران ایرانی می‌پردازد که به صورت مستقیم نقدهایی به دین و تصوف وارد کرده‌اند، مانند فتحعلی آخوندزاده، علی دشتی، احمد کسروی و آرامش دوستدار. نامه به ماهک. مؤلف آبتین پوریا. تعداد صفحات 105 صفحه. این کتاب مشتمل بر 35 نامه عاشقانه است که نویسنده در سبک ادبی خاصی آنها را به رشته تحریر درآورده است. شهر بی جغرافیا، گچساران. نویسنده سیاوش میرزاده. تعداد صفحات 179 صفحه. معرفی کتاب. مجموعه‌ای به قلم سیاوش میرزاده، زندانی 2 رژیم سلطنتی و اسلامی. شاعر و عضو کانون نویسندگان در تبعید می باشد که با نثری روان داستان‌های این کتاب را روایت می کند. فیزیولوژی ایمان. نویسنده نون فخر. تعداد صفحات 184 صفحه. موضوع نقد ادیان، علمی و مذاهب. معرفی کتاب. در این کتاب مکانیزم‌های فیزیولوژیک ایجاد ایمان و همینطور مکانیزم‌های فیزیولوژیک ماندگاری ایمان و تأثیرگذاری حرف‌های روحانیون ادیان بر مغز گونه هوموسایپینز یا هوموسیپینز، همان انسان خردمند، به شکلی ساده و جذاب و متکی بر تحقیقات علمی و دانشگاهی شرح داده شده است. حکایاتی از مرزبان نامه. البته 6 حکایت از کتاب مرزبان نامه برای کودکان و نوجوانان به زبان پارسی و ترکی. تعداد صفحات 76 صفحه در رده سنی کودک و نوجوان. این مجموعه شامل 6 حکایت از کتاب مرزبان نامه است که توسط خانم لیلا کهن به 2 زبان پارسی و ترکی برای کودکان تهیه شده است. به آخرین کتاب منتشر شده می رسیم. روزی که یتیم شدیم. از خانم آیدا خادم. با تعداد صفحات 113 صفحه. امیدوارم که از خواندن این کتاب‌ها لذت برده باشید، یا شاید هم باید گفت لذت ببرید. سال خوبی را برایتان آرزومندیم. از طرف تیم آوای بوف.